Amakin dari riska posta chuhara arba ke yakin inti pala mesela mesela işte ne was ne işte تاگ نفری توان مثلا پرواز کن یک نفری و یک جنابی و سلام علیکم عزتمند چاروں کا و گوشداروں کا میں عارف بلوچ از ایران بلوچستان شهرستان سب سوران روستای ناصر آباد در خدمت شمایم. ایشی همه مهسا خانم منی دختره. دوستا ما باز گله بی چشما که شما یای می ویدیوان چاری و اما نه سابسکرایب کنی و نه لایک کنی. حتما می ویدیوان سابسکرایب کنی. ما 2 سال گذشته که فعالیت کنی اما می سابسکرایبان پیش نروین. عزیزم پا یک سابسکرایب که شما بجنی با خدا هیچ چیز نبی، هیچ چیز شما کم نبی. یک لایک هم بجنی اگر این کانال یک خورده پیشرفت کن. و یک دوشی هم رفتیم یک جگه یکیش رفیقان هم روستایی دی که باز با اشتیاق یک چیزای جوان کرتد و همه باز اشتیاق هست بیکار که یک خواننده به نام عزیز دیجی خدمت اون دسته از بیننده های عزیزم که به زبان فارسی هم هستند عرض سلام و تبریک عرض میکنم برای اینکه خیلی هوا گرمه در حدی که دیگه نرمال و تبریک مونم به خاطر رفتن برگمونه که الان ما به خاطر گرما اومدیم بیرون. به هر حال اگه تبریک عرض نکنیم دیگه چیکار بکنیم؟ زورمون که نمیرسه. این هم دختر من فاطمه است، یه خورده از اون بزرگتره. عزیزان ما دیشب رفتیم یه جایی یه ویدیو درست کردیم با یکی از دوستانمون به نام عزیز دیجی، یه خواننده و متاسفانه حمایت نشد. خیلی هم تو ارگ و این چیزا خوانندگی و ارگ تو سطح استان ما اول شده در کل. و اما ما یه ویدیوی درست کردیم به زبان بلوچی. شما هم ببخشید که اگه متوجه نشدید سوال بکنید از ما. با هم دیگه این ویدیو رو میبینیم. اما از شما هم یک گله‌ای دارم که ویدیوهای من نه لایک میخوره و نه سابسکرایب میزنید. یه دکمه مشترک رو بزنید، هیچی از شما کم نمیشه. من تشکر از شما که بیننده های من هستید. الان 2 ساله و با هم دیگه تماشا میکنیم آقای عزیز دیجی را. گو الله فاکر نما که هر چی بیش الله و شگر الله چیز نبی. دوستان ما عارف بلوچ در خدمت شما هم مروچ یه هستند یک که دوکانا دیستم آقای یک جوان مبتکر اولا دیمیدیم. سلام علیکم آقای عزیز دیجی که مانند ماشاءالله هم خواننده و هم ما کشف نکرده تا یه وقتی خیلی چیزای پیم کرده که گوشی من رو نکم مته گوشیان جیر کنم مته اینترنت جیر کنم. اما ما به زورت ملوچ یک زورت کازی داده که بفرما ایرش که متروس و هنو یک جاروبرگی پیم کرده ماشاءالله که خیلی کوچکین ریزیه، مثلا مینی جاروبرگی که خیلی قدرتمنده. برای شروع کنم رای عزیز دیجی بسم الله کن سرگی مانده. یک دینا و آلمیچری یک دینا و آلمیچر و یک قطع کنیم به یک دکمه و یک چنی روپونکی چوشونکی خورتومیه. خورتومی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عزیزم ماشاءالله خواننده اگر بزنی جا بیاری. کم تو بکن اونجا ایشان زنده کارتون ایشی موتور همه مینی موتوری کسانی گونده که اگر یک خورده ایشی پنکه مثلا یک جور مثلا آپایمی پنکه بودی ایشانی پا چوشت خلاص کو. شاید ماشاءالله با همین وضع حال خیلی ما جوانای خیلی خلاقی داریم در بلوچستان که خیلی مبتکره ماشاءالله.
ناصرآباد ما ناصرآباد انت ناصرآباد سب سوران سیستان بلوچستان و آقای عزیز همه عزیز جان دیگه چیت پایم کرده پا بچه کن تعریف کنی بچه کن موزر چینو پین کرتا مال بینی هماری که موزر بینیو پین کرتا خمودن تراشتن موزری پایم کرده خب دیگه اسبابازی های کنترولیو پین کرتا ماشاءالله دیگه قرار یک دیگه چینی پین کنه به هوا پرتاب کن بچه کن شخص چاره مثلا یک چیزی به تقریبا تگ نفری توان مثلا پرواز کن یک نفری و یک جنابی و یک چینی انگه تساختیاں یک فهبادی هوایی مثل شکل فهبادی. فهباد والا خب ماشاءالله خیلی که این چیزا. جوان خیلی چیزا پایم کرده و خیلی چیزا هم در مغز هستن فقط حمایت لوٹی حمایت مشمی ملک خیران لوٹی که وقت همه عزیز دیجه خواننده ها خواننده مملکت ما بلوچستان البته الان چون که بلوچستان سازماز و موسیقی حمایت نبه بیچاره مجبور کارگری بکن تو روزگار بچلینی به هر حال ما شما لوٹی واجکار دست بگیری ما چین جوان باز هسته بلوچستان آقای عبدالعزیز رضازئی تشکر شما و گندوکان واجه تر گپی نی دیگه در خدمت تشکر کنم خیلی ممنون ما خداحافظی کنیم والله نه ما خدا نگهدار عزیزان من عزیز دیجهش و چارت دیستش عزیز دیجه رو دیدید. عزیز دیجه یکی از خواننده های خیلی ماهر استان ما هست که در زمینه ارگ هم و خوانندگی خیلی خیلی خلاقیت داره، خیلی هم خوب ارگ میزنه و متاسفانه به خاطر حمایت نشدن در استان ما مجبور الان بره کارگری بکنه و خیلی هم یه فکر بازی داره. اگه کسی میتونه عزیز دیجه را ببره جای مثلا که از مغزش از کارش استفاده بکنه یه جورایی ازش حمایت بکنه خیلی خوشحال میشیم به خدا. و این که عزیز دیجه الان داره کارگری میکنه و میتونین هر کسی که باش چیز بکنین با من از طریق همین ویدیو رابطه و کامنت بذارین که من شما رو با اون رو میکنم با هم دیگه صحبت بکنید. و اما در ادامه ویدیوهای ما یک ویدیو حالت طنز داره هم به زبان فارسی و هم به زبان بلوچی که یک گزارشگر از یه ریش سفید گزارش میگیره به زبان فارسی. و باز هم دوستان عزیز خدمتتون عارض هستم که ویدیوهای منو حتما لایک کنید، حتما سابسکرایب کنید. الهی من برای شما مرسی و با همینجا خداحافظی میکنیم که دیگه آخر ویدیو شاید اومدیم شاید هم نیومدیم والله اعلم. فعلا خدا نگهدار. اما که داری ریسکا پشتا چو هرا اربا که یکی نیتی پالا مثلا مثل وایسا. نه واس نیست است واس من پیتا ای ما نگفتن کی میاره لوله براتون؟ لولا تو واش آورد ما لولا چه مش آورد بورتی چو नाकू इतर बघूशो ही खबरनगारी ही मसूल आप नहीं इतर जोस्का तई खबरात या रसीनी अरे मनी अपना बेबा मा वास्तव में अपना बेबा मना साक दोस्त बिना क्या मैं आप चो ब्यारी मैं लूली बोलता चो बोलती मारना बीच बदकाई अगर आप लूले अरे ये बलूची लाभ कर था होगा मके तो बास करना मारा वो साकट तो ना कुताव जबर करने का ये आज के अल्लाह वाला है जबर के ब्याह शवारा ना कुछ ब्याह है गप मापी करे ना हाँ अरे तो बुगड़े मैं ना इन दर मोर्दे आम ना गो इसी सही दिखे गो अरे बुगुच परवानी नाकू जी मच्छी बोरे तो वास्ते के माँ बेमेरे में आप बोरे अगर ना मेरे गुना मारा दी सॉरी आप خب बेटे عزیزان دل من بازم اومدم گفته بودم 50 بیام یا نه اما اومدم که بگم که بازم من معذرت میخوام از کیفیت ویدیوهای من اگر یه خورده کیفیت نداره به امید خدا میخوام به خاطر این که یه خورده این گوشی من قدیمیه و روز به روز گوشی های جدیدتر میاد بیرون و گرونتر هم میشن. و اما اگر من الان هم فعالیت زیاد ساخت سازی و ابتکاری هم که ندارم به خاطر این عزیزان که
وضعیت خرابه حقیقتا. وضعیت کرونا الان 5-6 ماه، وسایل هم گرانه، همه چی لوازم گرانه، نمیشه که مثلا آدم مثلا حرکت بکنه. الان هم ما برگ ما رفته بدجور، هوا گرمه. الان فصل انار هست، این انار هم ترشه. جای شما خالی و من الهی من برای شما مرسی و از حضور شما من مرخص میشم. ویدیوهای من سابسکرایب کنید. خدا نگهدار شما.